با دلانگیزترین درودها به پیشگاه شما مهرآفرین هستم. امروز 8 اردیبهشت ماه 8576 کیانی برابر با 27 اپریل 2017 است. باز هم هستیم پیرامون واژه‌های پارسی پوره تاجیکی. گفتیم برای به جای واژه امک چه واژه را بگذاریم، حال به جای تقای چه واژه پوره تاجیکی را بگذاریم. من 2 واژه به شما پیشنهاد میدم. یکی واژه ماما هست که در سرزمین خراسان بزرگ کاربرد داره، افغانستان امروز هم، و همچنین واژه دایی هست که در ایران امروز هست. اینها کاربرد دارن. واژه ماما را شاید بسیاری از خراسانی ها نداند. چرا ماما میگویند؟ به برادر مادر. به این شوند ماما میگویند که کسی که نسبت خونی با مادر، مامان، مامی داشته باشد به اون ماما میگویند. خیلی ساده. چرا دایی میگویند؟ بسیاری از ایرانی‌ها شاید هم که این واژه را یا به آسانی ازش رو داشتن یا نمیدونن. این دومین واژه است که من پیشنهاد میدم. در شاهنامه پیر توس ما به مفهوم و معنی و چم بلند دایه برمیخوریم. در ایران کهن به مادران خردمند که فرزندان خود را با آموزش و پرورش درست به جایگاه‌های بلند میرساندند دایه میگفتند. سمبل دایگی هم سیمرغ بود، اوج فرازنای پیشرفت یک زن آموزگار. و این سخنی است که در این زمان بسیار زمان کمی داریم به اون بپردازیم. میان دا و مادر تفاوتی است، به گونه‌ای که هر زنی که باردار بشود روزی زایمان میکند و به وی میگویند مادر. حال به فرزندش برسد نرسد، این مادر به هر روی دیگر گرفتاری داشته باشد، کم بغلی باشد، اعتیاد باشد، الکل باشد، به همین سو، اما این مادر هست. اما به هر مادری که زاینده هست دایه نمیگویند. اگر به بخش سیمرغ و زال با چشمان مهرآفرین نگاه کنیم به این سخن بیشتر نزدیک میشویم. دایه به مادران از خود گذشته و فداکار میگویند. دایه مادرانی هستند که همه توان خود را در راه آموزش و پرورش و آینده سازی کودکان به کار میبرند. اما شوربختانه این نام سپند دایه در زمان صفوی‌ها و به ویژه قاجار که ایران ستیزترین شیخان تاجدار بودند، واژه سپند دایه به پستی گرایید. و چون شیخان قاجار هر جا که میرفتن سوگلی صیغه میکردند و بسیار صیغه دوست داشتند و تخم ترکه خود را اونجا میکاشتند، این واژه آهسته آهسته به پستی گرایید. و این شیخکان برای شازده‌های صیغه‌ای خودشان زنان کم بغل و بی‌بضاعتی را اجیر می‌کردند و به اونها گفتند دایه. و من بر این باورم که اون کسی که واژه دایه را برگذاشت بر اون مادرانی که به هر حال رنجبر بودند، و حالا من میگویم که تا چه اندازه اون مادران را کوچک و تحقیر می‌کردند، به گونه‌ای که شما سری به یکی از سوسترین و بی‌بنیادترین فرهنگ ها بزنید، فرهنگ معین، تا باز میکنی میبینه که معنی دایه نوشته است دایه شیردهنده، قابله دلسوزتر از مادر که خود را به دروغ مهربان و فداکار جلوه میداد. اینها واژه نویس ما بودند. گر این تیر از ترکش رستمی است، نه بر مرده بر زنده باید گریست. تا گفتمان دیگر شما را به مهر و خرد میسپارم. عشق دمسازتان باد. بوسک های شیرین برای شما. پدرو.